داخل یکی از هرم‌های مصر، در واقع بلندترین هرمی که فرعونی به نام خوفو در اونجا جای داره ما شدیم. یه جایی بود که انقدر سقف کوتاه بود که مجبور بودیم دولا را بریم. الان دیگه سقف یه ذره بلندتر شد. من دوربین اینطوری گرفتم. خیلی واقعا آدم متعجب میشه. 4500 سال پیش این هرم ساخته شده و تا به امروز اینطور پابرجا مونده. آدم وقتی مقایسه میکنه با بناهایی که در بقیه جاهای جهان ساخته شده واقعا حیرت میکنه. یعنی مهندسان مصری چقدر علم پیشرفته داشتن اون زمان. من دلم نمیاد چون شلوغم هست، ولی دلم نمیاد فیلمو قطع کنم. میخوام وقتی به بالا میرسیم رو همینطور شما ببینید. حالا یکی اونجا عکس گرفتنش گرفته. اینجا رو ببینید که دوباره چقدر سقف کوتاه میشه. همه دارن دولا میرن. من دیگه نمیدونم چجوری واقعا برم. ببینید باور نکردنی. رسیدیم. اینجا جاییه که با خودش بوده از این سنگ متوتون درست شده. ببینید اینجا